سلام بچه‌ها، امیدوارم که خوب باشین. امروز همین به خاطر که کاری که براش پیش اومده بود نتونست باشه الان توی این ویدیو و من میخوام امروز شب یلداه و میخوام برم بازار وسایل شب یلدا رو بگیرم که بیام با هم دیگه یه سفره خوشگل واسه شب یلدا بندازیم. ولی همونطور که گفتم حمید الان نمیتونه با ما باشه و من فعلا تنها توی این ولاگ. قراره که برم دنبال خواهرم که با اون بریم 2 نفری وسایل رو از بازار بخریم و بیایم حالا انشالله موقع چیدمان حمیدم به ما اضافه میشه. همراه هم باشید امروز که میخوام شما هم خودم ببرم بازار. خب من آماده شدم که برم دنبال خواهرم و با هم بریم بازار رشت، همون بازار خوشگله که یه بار برده بودیمتون. بریم اونجا که برای شب یلدا بتونیم یه سری وسیله بگیریم. شما هم همراهمون باشین. بچه‌ها من اومدم دنبال کتی خواهرم که با هم دیگه بریم بازار. داره میاد و که با هم بریم. نگاه استیل گنگو، نگاه ترکیب و رنگو. سلام، چطوری؟ چه بردی برامون؟ متشکرم. زیاد نمی‌خوریم. بریم بچه ها ببینیم که چیکار باید بکنیم. بچه ها ما اومدیم یه پارک توی رشت به اسم پارک محتشم یا هم پارک شهر. خیلی پارک خوشگلیه. حالا قرار بود یه روز با حمید بیایم کامل اینجا رو بهتون نشون بدیم. بعد الان تو راهمون بود گفتیم بیایم اینجا یکم چیز جمع کنیم، کاج جمع کنیم بر سفره، این کاجای خوشگل. حالا بریم ببینیم کجا هست دیگه. بعد بریم زیر درخت کاج. ولی خیلی اینجا پارک خوشگلیه. ببینیم اصلا اینجوری برگای پاییزی هم ریخته. خیلی قشنگه، خیلی هم بزرگه. بچه ها یه دونه درخت کاج پیدا کردیم، بریم از ببینیم داره. هیچی نیفتاده زمین که اومدن جمع کردن واقعا من میفته اینا رو نداره مثلا که من چیزی نمیدونم. درخت به این گندگی نمید یه کاج بدی به ما. بیا اینا همین خوبه دیگه. کاج اصلا ببینیم مدل کاجاش فرق داره. اینا کوچیکه. اینا عزیزم نمیخوام. از اون بزرگا میخوام. ببین شاید یه درخت دیگه است. کار کنیم حالا کاج از کجا پیدا کنیم. بچه ها یه چیزایی پیدا کردیم ولی کاجاش کوچیکه، رشد نکرده. خیلی اینا کوچیکن، رشد پیدا نکردن. قدیما یادم کاجای گنده تری داشتیم. واسه تزیین خوبه، بیا اینو بردار. یعنی دیگه از اون کاج بزرگا پیدا نکنی؟ اصلا نیست. نگاه کنی من خونه داشتم. ببین همش اینجوری افتاده زمین، بعد کوچیکن، اصلا کاج بزرگی نیست. آخه اینا زیاده ها ولی همه کوچیکه. اینو ببین، این خوشگل شاخش. شاید بتونیم همین که شاخش رو تزیین کنیم. خب همینو بردار. این چیه؟ این بده؟ نه دیگه زیاد بردار دیگه. همون دوتا رو میخوای بردار، اینو بردار. چرا خوبه؟ میتونیم اینجوری روش چیز کنیم،
ای انارا بچسبیم انار. حالا خب اون انار کوچیکا رو باید کجا پیدا کنیم؟ خب دیگه چیکار کنیم؟ بریم دیگه. چیزی نیست. من فکر میکنم بتونیم از اون کاجای بزرگ پیدا کنیم ولی متاسفانه نیست. کاجای قدیم نداریم دیگه الان. ولی این پارک خیلی خوشگله. من خیلی وقت خود نیومده بودم اینجا. خیلی پارک خوشگلیه. خیلی هم بزرگه. بچه اینا بهش میگن تو زبون شمالی بهش میگن کونوس. ازگیله، همون ازگیله ولی به زبون شمالی میشه کونوس. این یه دونه 60 تومنه. بگیریم. من دوست دارم ولی این دیگه رسیده باشه خیلی خوشمزه. آلسın. بچه این سبزی محلی گیلانه که باهاش چوچاقه برای زیتون پرورده، ترشی، مرغ توش، کباب توش، همه چیز باید اینجا دختری. خیلی خوشبوه. چوچاق محلی هم طعمش خوبه هم عطریه. برای زیتون پرورده عالی میشه. زیتون میخری، آب انار یا انار ترش قاطی میشه و نمک یک سیر خوش خورد میکنه میشه برای زیتون پرورده. آره قربان. بهترین چوچاق محلی در استان گیلان، عمو اسماعیل. خوش اومدید. خانم فیلم بردار. ایشالله که یلدای خوبی داشته باشین. ممنونم. عروس شدین که ایشی نشدین بشین ایشالله. ممنون. این کنوسه دیگه نه؟ این کنوس گیلانه ولی ازگیر صداش میکنن ولی قانونش کنوسه. کنوس یه دونه از میوه های جنگلی ماست. خیلی خوشخوراکه برای شب یلدا. تزیین بس اینقدر. آره دست
یه مشمع لطف کنیم. حالا این بزرگا رو بودم یه پوشیگار هر کدوم خوبه. همین این بس ما خریدامونو کردیم. بعد توی بازار یه دونه حالت قهوه خونه طوریه، خیلی باحاله، قدیمیه، کلام وایب باحال داره. گفتیم بریم بشینیم اونجا چایی بزنیم. آجان جان عجب چاییه نه؟ عجب بوی میده. نظرت چیه؟ یه ذره تمیزه. دیگه چیه دیگه؟ بازاره دیگه. قهوه خونه طوریه. بچه ما اومدیم یه کافه خیلی قدیمی، خیلی اینجا قدیمیه. میگن که واسه 140 سال پیشه. خیلی هم عالی. مرسی از شما. مرسی. خداحافظ. بچه ما خریدام رو انجام دادیم. چیا خریدیم؟ انار، خرمالو، لبو، دیگه ازگیر، نوس. بعد آره دیگه اینا رو خریدیم و دیگه بریم که بعد انشاءالله سفره رو بچینیم و بهتون نشون بدیم. مرسی که تا اینجا همراهمون بودیم. فعلا خداحافظ. نه خداحافظ که برمیگردیم ها. فعلا خداحافظ. خب من اومدم خونه، ایشون هم تشریف آوردن، ملحق شدن به این ولاگ و قراره که خریدایی که با هم انجام دادیم و الان بچینیم تو سفرمون که یه سفره خوشگل یلدایی داشته باشیم. بله سلام دوستان، مرسی که جات خالی بود امروز. مرسی عزیزم، مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. ممنونم بابت آتوسا جان که زحمت کشیدن، رفتن کلی خرید کردن و منم از اینجا به بعد دیگه در خدمت شما هستم. امیدوارم که یلدای خوبی داشته باشین. یلداتون مبارک. بریم سفره رو بچینیم. بریم. آره. خب دوستان خیلی ممنون که با ما همراه بودید. اینم از میز یلداییمون. عقصم آوردیم اینو روی میز چیدیم که رو زمین بشینیم به یاد کرسی. به یاد کرسی قدیم. ولی خب کرسی ما متاسفانه فقط یه میز خالی کرسی نداریم. پتو نداشتیم. آره ولی خب همین لذت شب یلدا به نظرم تو اینه که اون روش سنتی رو حفظ کنیم. حالا رو زمین نشستن به نظرم خیلی بهتره، اینکه بتونیم گوشیامون رو بذاریم کنار، با هم صحبت کنیم، با پدر مادرمون صحبت کنیم، نمیدونم کنار عزیزانمون باشیم و اینکه لذت ببریم دیگه. حداقل 2-3 ساعت کنار هم باشیم بدون اینکه بخوایم مشغول کار با موبایل و مسائل کاری و چیزای دیگه باشیم. یعنی کنار هم بودن هدف همینه دیگه. از کنار هم بودن آره. بیشتر لذت ببریم. 1 ثانیه بیشتر. آره اینم میزمونه که آتوسا جان زحمت کشیده. دیگه با حداقل امکانات دیگه این کارو کردیم. حتی ما حافظ نداریم.
حافظ بچه نمیدونم چرا ما حافظ ندارم، همیشه یادم میره سعدی آوردیم. نمیدونم چرا من اصلا حواسم نبود که باید حافظ بخریم، یهو یادم افتاد. آره. خب یه چای بریزم بخوریم. چای بریز بخوریم چیه؟ بچه ها ممنون که تا اینجای ویدیو همراهمون بودین. امیدوارم که ولاگ یلداییمون رو دوست داشته باشین. دعا میکنم که عمرتون مثل شب یلدا طولانی و پربرکت و با عزت باشه در کنار خانواده‌هاتون. حال دلتون خوب باشه. آره بچه مرسی که همراه ما بودین. امیدوارم که چندین سال شب یلدا کنار عزیزان خانواده‌تون باشین. ممنون که ویدیوهامون رو حمایت میکنید، لایک میکنید، کامنت میذارین. چه خوب چه منفی چه مثبت هر چی هستش ازتون ممنونم. و اینکه ممنون میشم این ویدیومون رو هم حمایت کنید، کانال رو سابسکرایب کنید تا ما بتونیم ان شاءالله محتوای بهتر و جذابتر و خوش‌نشین‌تری برای شما درست کنیم. ان شاءالله که همیشه شاد و سلامت باشین. مرسی. فعلا خدافظ. خداحافظ.